مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان روز 19 میلیون سال 2024 در اجلاس 18 چند قانون اخیراً قبول کرده مجلس نمایندگان پالات پایانی پارلمان از جمله قانون تنظیم و جشن و مراسم، قانون مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، قانون درباره نشان دهنده برای صبح‌ها و همچنین تغییر و علاوه‌ها به کودکس جنایتی و کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را بررسی می‌کنند. دستگاه مجلس ملی خبر داد که اجلاس 18 پالات بالای پارلمان دعوت ششم 19 میلیون سال 2024 ساعت 2:00 در مجلس ملی برگزار می شود. ثبت نام وکیلان مجلس علاقه روز 18 میلیون آغاز یافته است. دو قانون اساسی که وکیلان مجلس ملی باید بررسی کنند، البته یکی قانون مسئولیت پدر و مادر و دیگر قانون تنظیم و جشن و مراسم است. تغییرات اساسی در قانون مسئولیت پدر و مادر این برداشته شدن پدر و مادر همچون مسئول یگانه در تعلیم و تربیت فرزند است. هنگام معرفی طرح نوی قانون در مجلس نمایندگان، وزیر معارف گفت از بس که اکثر پدر و مادران برای مدت طولانی به مهاجرت کاری می روند و تربیت فرزندان خود را به خویشاوندان دیگر خود از جمله به بابا و بیبی، خاله و تقای و عمک و عمک‌ها فرزندانشان واگذار می کنند. تصمیم این شد که نه فقط پدر و مادر بلکه دیگر سرابان و پرستارهای کودک را نیز برای خنک نظری در تعلیم و تربیت کودک به جوابگری بکشانند. اما طرح اعظم جنجال برانگیز که وکیلان مجلس ملی بررسی میکنند بدون شک تغییرات به قانون تنظیم و جشن و مراسم است که دو تغییرات عمده‌اش یک منع گردک کودکان است که در جامعه تاجیکستان واکنش‌های زیادی اساساً منفی را به بار آورد. اما تغییر دوم عمده در این قانون که همچون منع ایجاب نام برآورد، نه فقط در داخل بلکه در بیرون از تاجیکستان نیز به موج واکنش‌های محکوم کننده روبرو شد و از جمله در ترکیه و افغانستان برخی روحانیان خطبه نماز جمعه را به همین موضوع بخشیده از عملکرد مقامات تاجیکستان با لحن تند انتقاد کردند. چندین روحانی صاحب منبر افغان از جمله احمد فیروز و عبدالقادر حامی در موعظه‌های خود اعلان کردند که اگر حکومت تاجیکستان از منع حجاب دست نبردارد، جهاد علیه هم برای همه فرض می شود. عبدالحمید خراسانی، یک فرمانده طرفدار طالبان از میان تاجیکان پنشیر نیز بعد شروع ریدهای ضد حجاب در تاجیکستان تهدید به آغاز جهاد به ضد حکومت تاجیکستان کرد. این دعوت‌ها به جهاد به ضد حکومت تاجیکستان یک معرکه گسترده تبلیغاتی در داخل تاجیکستان را با اشتراک روحانیان و ارتش بزرگ فرمه جواب در پی داشت. چندین روحانی شناخته تاجیک از جمله حاجی میرزا، دامالله عبدالرحیم قزاقانی و دامالله صوبت الله در ویدیوهایش با طریق عین مضمون حق روحانیان افغان برای دادن فتوای جهاد به ضد حکومت تاجیکستان را به چالش کشیده به مذمت آنها پرداختند که چرا به ضد لیفوتگری یا قاچاق مواد مخدر در افغانستان اعلان جهاد نمی کنند. در جریان این معرکه تبلیغاتی همچنین به مردم تلقین می کردند که در فهمش طرح نوی قانون تنظیم سوء تفاهم شده است و گویا منظور مقامات از منع لباس به فرهنگ ملی بیگانه منع حجاب نبود بلکه تنها لباس عربی و ترکی را که در نظر داشتند. اما بر اساس تغییراتی که مجلس نمایندگان با پیشنهاد کمیته دین روز 9 ماه سال 2024 قبول کرد، واردات، فروش، ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه اینچنین در جای‌های جمعیتی پوشاندن چنین لباس‌ها منع کرده می شود. مایه دیگر ناراضگی این شد که هنوز این قانون به اجرا ندرآمده. در اداره‌های دولتی از جمله در بیمارستان‌ها گروه مخصوص تشکیل شدند که در پیش در این مؤسسه‌ها ایستاده زنان و دختران حجاب پوش را مجبور می‌کردند که اول حجاب خود را از سر کشیده به شکل تاجیکی یعنی به طور به قفا ببندند بعد درآیند. بعد واکنش‌های شدید و دعوت‌ها به جهاد، ریدهای ضد حجاب در تاجیکستان ظاهراً سست‌تر شد. برخی تحلیلگران خود این پیشنهاد منع لباس به فرهنگ ملی بیگانه را که در جامعه همچون منع حجاب قبول شد اونتور و تو پادستاوا یعنی در یک شرایط ناگوار قرار دادن حکومت نامیدند و اظهار امیدواری کردند که افراد سالم عقل در داخل حکومت پیش روی این فتنه را گرفته این قانون بحث برانگیز را هنوز قبول نشده بیکار میکنند.